بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. به نام خداوندی بی نهایت بخشنده و بی نهایت مهربان. السلام علیکم محترم ریاست، حضرین گرامی، خواهران عزیز. البته مواد مخدر یک زهر قاتل هست که روح انسان را، ایمان انسان را، حیثیت انسان را، شخصیت انسان را، جسم و جان انسان را برهم می‌دهد. برای همین باید هر انسانی که عقل دارد، هر انسانی که درک دارد، هر انسانی که می‌خواهد سعادتمند زندگی کند و سالم زندگی کند، هیچ وقت از این مواد استفاده نمی‌کند. ولی خداوند عزوجل می‌فرماید: استعیذوا بالله یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. صدق الله العظیم. یا اون کسانی که ایمان داری به تحقیق، یعنی خمر و قمار و دیگر هر چیزی که حالا انسان میخواهد با راه مفت یا با آسانی، قمار همین است، میخواهد که به مهنت و به زحمت مبلغ زیادی رو به دست بیارد. دیروز یک نفر با پسرش آمد از استراحت، او در حق فرزندم دعا کنید. دانشگاه طبی مشغول با قماربازی و کامپیوتر که تمامی دورندگی همه را صرف کرده است و از دانشگاه هم خارج شده است. به خاطر چی؟ به خاطر که میخواهد با راه مفت یک باره یک مبلغی هنگفته به دست بیارد. حالا پروردگار که خالق انسان هست اون بهتر میداند. برای همین میگوید که دور باش، انجام نده، نکن این کار رو، چرا که دنیا و آخرتت رو برباد میدهی. انسان عاقل، انسان خیرخواه، دوراندیش، کامل هرگز به این چیزها دست نمیزند. چرا؟ به خاطر که میخواهد که سالم زندگی کند. حالا همونه که معتاد میشن، چی به نوشیدنی، چی به کشیدنی یا چی به دیگر نمودهایش، بعد میبینی 30-40 سال دارد ندارد، لوچیده، ضعیف، عاجز، بیمار، خسته، از همه طرف مانده است، از همه طرف محروم. حتی همون جوانایی که به مواد مخدر دست میزنن حاضر هستن که همسر خود رو برن بفروشن، از همون مواد قاتل خریداری کنند. مادر خود رو حاضر است که ببرد بفروشند. وقتی که معتاد می شود، اون دیگر درد سر پدر و مادر و همسر و فرزند و یعنی جامعه و ملت و دولت و حکومت است. برای همین مسلمان باید دور فکر کند. مسلمان باید اندیشه داشته باشد، عقل استفاده کند. چرا پروردگار هر چیزی که عقل رو خیره میکند یا تیره میکند یا میپشاند یا اینکه فلج میکند اون رو حرام میگوید؟ به خاطر پروردگار خالق انسان میخواهد که این عقل دائم کار کند، این عقل دائم فعال باشد. وقتی که مواد مخدر یا نوشیدنیش باشد یا کشیده هر کدام نمودش که نباشد، وقتی که از اون استعمال کرد عقل فلج میشود تمام. حالا همونایی که نوس میکشم من میگه بیا برادر کو یک کپک کنیم سر تازه شود. نوس سر تازه میکند؟ نی. بعد 1 تا میکشد، 10 تا میکشد، 20 تا میکشد، حتی در جوگه خوب میکشد. بعد میخیزد که همه تکثریات داغ زدگی از بوی افلاس، بوی بدی او خانه در آمده نمیشود. یعنی آفرین به همون زنهای نوسکش. یک ظلم، یک حرام است که به زن خود ظلم میکنند، چرا که اون بو یعنی بوی بدبوی هست که انسان نفرتش میآید. و زن نوسکش بیچاره مظلوم است و این ظالم است، حرام است. یا بیچاره اون زن رو نوسی میکند، نوسی کند جانش خلاص، خب دیگه اون هم معتاد به همین میشود. یا این که یک ظالم هست و حرام است، باید که نکشد. حالا بسیاری نوس اجازت میدین و نوس نه، حرام است، تارت همیش کند. همون نوسکشی ماهر رو که نوسی باز
крепкий пайдо کنن یا که چی میگن با توجیکی یعنی خوب دیگر شدتناک جستجو میکنن. اما رو بگید باری اول کشیدید چیکار کردی؟ اما میگوید باری اول کشیدم کلاویدم و کلاویدی پس معلوم میشود که تمامی عضوی بدنت رو سست میکند، حتی یعنی اینجا خطری طهارت شکستنش هست که هیچ نمیکند، چرا که این رگ‌های بدن همه به همدیگر پیوستگی دارد. وقتی که زیر زبانش اون نس رو میگذارد طهارتش میشکند، هیچ نمیکند. برای همین از جهتی که حالا نکشد نس، حالی که نماز انتظار از طهارت دارد، طهارت هم نشکند، حالا آهسته آهسته برایش بس کردن نس آسان‌تر میشود. از یک طرف خوبیش این است، طرف دیگر خطر هست، شک و شبهه هست که این طهارت هم میشکند. مدامی که شک و شبهه هست، عبادت با شک و شبهه درست نمیشود. دوملای محترم در این مسئله درویگی یا دو طرفگی نکنید، قطعاً همه رو منع کنید، این ثواب است، این یک کاری خیر و کاری یعنی اجر و پاداش بزرگ دارد، مگر اون دوملایی که خود نصیب باشد. دوملای را از نس پرسیدن، گفتن که دوملا همین نس چخیل است، طهارت میشکند نمیشکند، حلال است حرام است؟ بعد گفت که دادر یک ماه بعد بیا جوابی سوالات میدیم. بعد یک ماه بعد آمد، گفت که دوملا دیگه چی است سوالی من؟ گفت نه، هم حرام است، اسراف است، هم طهارت میشکند. خب این جمله کلمه گپ بدستم اون وقت نگفتی؟ او گفت خودم نصیب بدم، اول خودم بس کنم، بعد شما رو بگم که بس کنی. بعضی دوملامون خدا هدایت کند. حالا نس میکشد برای چی؟ میخواهد که سر تازه شود. سر تازه میشود؟ نه، سر ویران میشود. حالا نس نکشید کلا کار نمیکند، تمام. یعنی عموما دیگر هیچی حس نمیکند. برادر چند سال قبل پیش من در اومد اداره، گفت که حضرت رمضان بیاید ما ماتم داریم. بچه استغفرالله بسم الله بگو، ما مسلمان ها ارزو میکنن رمضان برسیم، رمضان روزه بگیریم. گفت درست، ما هم ارزو داریم، میدونیم که ثواب زیاده است، ثوابش زیاده است، لیکن پدر نوسی است. همین ساعت 11 12 میشود کیف نوس از پیشش کسی که برآمد دیگه تمام روی گریز میکنیم. تو وقتی افطار باز افطارش رو هم با همون نوس میکشاید، یعنی روزهش رو میشکاید. یعنی چی؟ میخواهد سر رو تازه کند. سر تازه شد؟ نه، سر ویران شد. حالا با ناس اکتفا نمیکند، بعد میگه بیا دود دیله برارید. دود دیله چخیل میبرارد؟ دود دیله برآورده میشد. بعد سیگار دود میدهد، یک تا 10 تا 20 تا، بعد دیل پری دود میشد دیگه، نه شش میماند، نه گرده میماند، نه معده میماند، نه روده میماند، همه پری دود، همه سوختگی. همین کرونا ویروس اکثریت همون میزده ها و دودی ها و نمیدونم که چی ها، دود میکشیدگی ها رو کشید بود اکثریت رو. به خاطر چی؟ بدن آسیب پذیر میشود. حتی ببینید تاثیرش در رو، چهره رو سیاه میکند، چهره رو تیره میکند، چهره رو خیره میکند، چی نوس باشد چی سیگار باشد، به خاطر که داخل میسوزاند، تاثیرش حتی در چهره نمایان میشود. ولی با این هم نمیشد، این هم میگه دکن چی؟ همه این رو به خاطر چی میکند؟ به خاطر که کیف کنم. کیف در همین است. ولی با این اکتفا نمیکند، بعد میگه یکون تیش باشد که ولی دیگه پرواز کنم. پرواز میکردگیش کدام است؟ بند. بعد میزند 1 تا 2 تا 10 تا 20 تا، تمام معتاد میشود، دیگر به اون نمیتواند. بعد پرواز میکند، نه، در داخل لای چل میبیند که غوطیده ایستاده است. این نفر رو دیدم در داخل چل رفت، این چی برادر؟ گو کیف کرده ایستاده است. کیفش هم نیست. حالا با این هم اکتفا نمیکند. بعد میگه یک تیش باشد که اگه نشید این همش، نه نوسش شده، نه سیگارش شده، نه این بنگش شده، نه هیچی نشد، اینو قانع نمیکند. حالا یک تیش باشد که چیز؟ بعد مواد مخدر. حالا که معتاد با مواد مخدر شد، تمام دورندگیش رو صرف میکنه، میرود، همه از بین میرود، تمام، هیچ چیزش نمیموند. حاضر است خواهرش بفروشد، مادرش بفروشد،
دیگر نه شأنش هست، نه ایمانش هست، نه وجدانش هست، نه حیثیتش هست، نه شخصیتش هست. همه بر هم خود، همه نیز شد. درد سر. برای همین اقران میگوید که استعیذ بالله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. اونایی که ایمان آوردند ذکر کردند و با این عبادت‌هایشون قلب‌هایشون آرام کیف کردند، راحت کردند. آیا این قلب رو چیزی هست که آرام کنه؟ چیزی هست که این قلب رو آرام کنه؟ 1000 داشته باشد میگوید میلیون داشته باشد، میلیون داشته باشد میلیارد داشته. هیچ نیست که همیشه حریص، همیشه سرسان، همیشه سرگردان. نوز قانعش نکرد سیگار، سیگار قانعش نکرد بانک، بانک قانعش نکرد مواد مخدر، نمیدونم چی بلاها رو میگن که کیمچی تبلیت‌های زهری دیگر که جوانا و دخترها و پسرها از اون استفاده میکنن. تمام دیگر همه به هدف، به مقصد، همه مقصد و هدف از بین میرود. یک انسانی فلج، دردی سر. برای همین قرآن میگوید که یگانه چیزی که انسان رو قانع میکند این همون ذکر پروردگار. آیا چیزی هست که قلب رو آرام کند غیر از ذکر پروردگار؟ ذکر پروردگار یعنی چی؟ ما تنها تسبیح و تهلیل و تحمید این رو در نظر نداریم. حالا یک دانشگاه ببینید خدا خیر برکت و پاداش زیاد بده با پیشوای ملت، با تشبث و با راهنمایی و تشجیع و ترغیب و یا شخصا این دانشگاه در این سطح و صفت این دانشگاه رو ساختن. همین ذکر پروردگار است. همین قلبت رو آرام میکند. هر نیکی که کردید اون عبادت است و اون عبادت ذکر پروردگار است و اون قلبت رو روشن میکند، قلبت رو قانع میکند. ذکر رو تنها محدود نشمرید. حتی حیوانی را که رحم میکنید همون نیکی است، اون نیکی عبادت است و اون ذکر پروردگار است و اون در قلبت یک نور، یک قناعتمندی، روزگی، خوشنودی، خوشحالی میارد. برای همین دانشجوی عزیز طرف دیگر به هر گروه افراطی نروید. گروه افراطی رو دیدید که چه کارها کردند، چقدر کشورها رو به خون و خاک کشیدند از برای خدا، از روی عقل انسانی و مسلمانی، فراست انسانی. که ببینید کجا رو آباد کردن، در کجا یک گوشه زمین رو همچون کشور اسلامی عدالت پروری تماما یعنی عدالت برپا باشد به وجود آوردن. کجا دانشگاهایی که 1300 1400 سال عمر داشت که مردم جوانان مسلمان رو همیشه تربیه میکرد، حوزه‌های علمی رو از بیخ یکسان کردن، نیست نابود کردن. چقدر کشورهای آباد رو به خون و خاک کشیدن. چند سال است که اینش میتر کند، اینش رو میتر کند. هیچ نیست که دست با هم بدهند. اونش هم اسلام میخواهد، اینش هم اسلام میخواهد. لیکن در نابودی و کشتن و قتلی مسلمان هست. داخل مسجد میتر کند، داخل مسجد خنجر میزند. اسلام همین است. و اسلام رحم است، شفقت است، محبت است، دوستی است، برادری است، احترام است، قدردانی است. این کدام اسلام است؟ بعضی از جوانای ما با همونا میروند شریک میشوند. در اخیر من از نام خودم و از نام تمام ریاست مرکز اسلامی محترم رکتور دانشگاه رو و مناسبتی شده شوی و بار اول است که ما در این تالار صحبت میکنیم و از نام همه این دملوی محترم تبریک و تهنیت میگیم و خداوند عزوجل این مکان رو مبارک و بابرکت، یک مکانی که مثل امام بخاری، مثل دیگر بزرگانی که ابو علی ابن سینا، مثل همون بزرگانی که با بشریت، با انسانیت خدمت کردن تا به حال خدمتشان هست،
از پروردگار التجا میکنن که چنین نابغه ها و دانشمندا و علم ها از اینجا تربیت بیابند و در خدمت وطن و کشور و ملت و دولت و بشریت و انسانیت مفید و منفعتناک باشند. و تکرارا بازم تبریک میگویم، خداوند عزوجل مبارک بگرداند و به همه شاگردای عزیز از خداوند عزوجل همیشه دوراندیشی و خیرخواهی در همین قلب، در ذهن همیشه جای کنید که من انسان خیرخواه هستم. خداوند چنان کن که به همه منفعتم برسد و هیچ کسی از من آزار و ظلم نبیند. سعادتمندترین انسان در زندگی خیرخواهترین انسان هست و کامیابترین انسان در زندگی دنیا و آخرت است. با این همه تمنیات با دعا از پروردگار همیشه با عزت و سالم و بردم و مفید و منفعتناک و سربلند و سعادتمند باشید. موفق باشید.